درود بیننده گرامی، برنامه مجراست در پخش تلویزیونی دوشنبه. بزرگترین دستاوردی که پس از دهشت‌های سالهای 90 کشور تازه استقلال ما به دست آورد، رسیدن به صلح و وحدت کامل بود. محض همین پدیده به عالمیان ثابت کرد که در خطه عالم کشور با نام تاجیکستان و ملت با نام تاجیکان با تاریخ پرغناوت و تمدن بای موجود است و این پدیده انیقترش خاموش کردن علنگه آتش میان نیروهای درگیر که واقعا هم کاری سهل و آسان نبود، توجه سازمان‌های بین المللی را به تاجیکستان جلب کرد و پدیده صلح‌آفرینی تاجیکان را در عرصه عالم نادر و کمیافت عنوان کردند. رسیدن به صلح و وحدت ملی تاجیک و تاجیکستان را از ورطه نابودی رهانید و به زینه‌های رشد امروزی رسانید. با امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیک یک سند عادی حقوقی نیست. در پس این سند آبادی، آرامی، وطنداری و وطنسازی و مهمتر از همه ملت سازی و از جانگذاری های فرزندان ایستاده است که از خود نقش در تاریخ بشریت گذاشتند. اکنون 28 سال می شود از سال 1997 از زمان به امضارسی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی دولت با نام تاجیکستان شهد ثبات می چشد. در برنامه نوبتی تصمیم گرفتیم محض اطراف وحدت و وحدت آفرینی صحبت داشته باشیم. در صحبت استودیا ما را همراهی می نمایند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، سابق عضو کمیسیون آشتی ملی کرامت الله علیموف. شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر سرناز. شما که خود از سرگذرانیده روزگار دو دوره مدهش، یعنی دوره مدهش درگیر و زمان آسایشته هستید، لطفاً میگفتید که در بی وحدتی زیستن و زنده ماندن چه تلخیت و با وحدت بودن و در وحدت رشد کردن چه حلاوتی دارد؟ امروز وقتی که از کوچه های شهر مخصوصا پایتخت ما قدم میزنیم، جوانان را میبینیم، چهره های بسیار نورانی، بسیار خوشبختانه و بناهای بسیار زیبا را میبینیم. شهر ما گل و گلزارها را، باغ‌های استراحت را میبینیم. وقتی همون روزها به خاطر می آید، مقایسه می شود راهی طی کرده ما در این مدت به واسطه در چشم ما نمودار می شود. بله. و واقعا هم در اون سالهای پرآشوب زندگی مردم ما نهایت وزنی بود. نه تنها وزنینی زندگی بلکه مسئله حیات و ممات بود. بله. مرگ تهدید میکرد. یراق و اونهایی که در دست سلاح داشتند و خودشان مقصدهای زندگی را نمیفهمیدند، حیات انسان برایشان چیزی ارزش نداشت. بنابراین در این گیرودارها بسیار مردم مخصوصا جوانان قربان شدند، جوانانی که بیگناه بودند. و در همان سالها واقعا هم سفر از یک ناحیه کشور به ناحیه دیگر ناممکن بود. بعضا در همین سفرها برای یا نزد پدر و مادر رفتن یا به یک جای دیگر برای کاری رفتن خطری نهایت سخت داشت که آدم ها بعضا گم می شدند. بنابراین آن روزها را که وقتی به خاطر می بیاریم، ما قدر نعمت وحدت ملی را باز هم بیشتر درک می کنیم. چون که همان سالها نبینید سالهای پرآشوب بود. البته تاجیکان بین خود جنگ میکردن. بله. اختلاف بود. ولی این را بیشتر از بیرون تحمیل کرده بودند. بنابراین پیشوای ملت جنگ تحمیلی میگویند. این بی سبب نیست. بله. لیکن در داخل نیز زمینه هایش بود. زمینه هایش پیش از همه منصب تلاشی، محلگرایی و تعصب های مذهبی دینی از جمله. بنابراین به همین گرداب فاجعه ما را آورده بود.
از این جهت ما وقتی که امروز به همین حیات رسیدیم با وجود تمام دشواری‌هایی که در هر دولت هست، بله، لیکن ما خودمان را باید خوشبخت حساب کنیم، چون که مردم در همون وقت دو آرزو داشت. بله. من در نوشته هایم هم در سخنرانی های و واخوانی هایم همیشه میگویم همینه، مخصوصا به جوانان مراجعت میکنیم که همین چیز فراموش نکنن که پدر و مادرهاشون و نسل کلانسال در همون وقت چه آرزو داشت. بله. از خانه اگر یگان کس و کوچه براید و به یگان کاری رود، یا مرد یا زن یا فرزندا، همیشه انتظار بودند که صحت سلامت بیاید. بله. دیگرش این که شبها در نوبت‌های نان، 2 تا نان 2 بخانک خلیبی که میگفتیم، بله. برای همون در زمستان خونکی ها و بچه ها و فرزند ها مردم می ایستادن پشت در مغازه، ساعت ها باز به وضع ها نمی رسید. بنابراین امروز دسترخوان را می بینید، این فیض و برکت امروز را می بینید، این طرفخانه ها را می بینید، جوانان رو می بینیم که بسیار در جاهای زیبا می خواهند که مثلا نشینند، خرسندی کنند، صرف نهار کنند. همه این بینید که دستاورد وحدت ملی است. بله. این را ما هیچگاه باید فراموش نکنیم و همه موفقیت در مقایسه معلوم می شود. از کجا به کجا رسیدیم. بله. کشورهای همسایه در بعضی بعد از آن که اتحاد شوروی و بازسازی سر کرد گورباچوف، مردم آن را خوش قبول کرده بودند، لیکن در پسش چه فریب ها بود است درک نمی کردن. بعدا معلوم شد که اونها خدمتگارای کی و به اراده کی کار میکردن. غیر از این در همون دوره همه خرسند بودن که یک تحول در کار بود. بله. زایه های کشور هم به همین چیز نیاز داشتن، ولی متاسفانه این بازسازی، بعضی ها بازسازی میگفتن، و فاجعه مردم را دچار کرد. لیکن ما خوشبخت از آنیم که ما صاحب دولت صاحب استقلال شدیم، ولی خطر پراکندگی از بین بردن دولت از بیرون هم بود و از داخل هم. برای همین بعضی قوه ها حرکت میکردن. از این جهت وقتی مقایسه میکنیم ما امروز خود را خوشبخت حساب میکنیم که چنین آبادی و آسودگی زندگی میسر شده است. در بی وحدتی زیستن و زنده ماندن و با وحدت زیستن و رشد کردن از یکدیگر به کلی فرق دارد. بله. تجربه جهانی نشان میدهد که اون ملت هایی که در بینشان وحدت نبوده است بی دولت ماندند. بله. و عموما وحدت چی در دایره کائنات چی در داخل نظام های فلکی، بله. مثلا نظام آفتابی خود ما، بله. یا گالاکتیک، همین راه کهکشان که ما در داخل آن هستیم، این هم یک نوع وحدت دارد. خواه نظام کائنات باشد، خواه نظام در داخل یک کشور باشد، خواه در یک عائله باشد، وحدت در کار است. بله. آنها مسئله های خود را حل کرده توانند. در بی‌وحدتی و نظام که از بین رفت، همین گالاکتیکا های هم وقتی که من علمی استروفیزیک اونا اثبات کرده تا امروز دوام دارد، بعضی خراب میشن، از بین میروند، ترکش های بزرگ میشن. و در جامعه هم همینطور است. ترتیبات از بین میره. وحدت و یک نظام معین و همدیگر فهمی در بین مردم و گروه های اجتماعی نباشد، ضدیت و پراکندگی میبرد. بله. اختلاف ها برای پیشرفت اقتصاد و فرهنگ و شعور جمعیت ضرر میرساند. بارها تاریخ این را اثبات کرده است. ما ببینید در دولت سامانی هم وحدت بود، در داخل عائله خود سامانی هم آل سامان وحدت بود، برادرها با هم دیگر، هرچند که ضدیت ها بود، لیکن در آن وقتی که مرکزی دولت سامانی ها
پرقوت بود، وحدت قشری اداره کننده سرجم کرده بودن در قلمرو سامانی ها همه. بنابراین دولت ببینید چقدر پیشرفت ها داشت. ادبیات، علم، فرهنگ، شخصیت های بزرگی جهانی در این دوره به میدان آمدند. استاد رودکی، ابوعلی سینا، بیرونی، خوارزمی و دیگران. از این جهت در جامعه ما هم هنگامی که نزاع‌ها سر شدند و وحدت خطر بود، بنابراین مشکلات زیاد ایجاد شد. ولی وقتی که رو به وحدت آمد، زندگی دیگرگون شد. امید و آرزوی مردم دیگر شد و به آینده به وجود آمد. بنابراین وحدت ضرورترین شرطی موجودیت هر یک نظام و مخصوصا دولت و ملت است. خب تشکر زیاد. وحدت در دولتداری و دولت سازی چی اهمیت و یا مهمیت و نقش داشته میتواند؟ البته بی وحدت پیشرفت نمی شود. دولتداری به وحدت نیاز دارد. و اون دولت های پیشرفته که هستند همشون نظامشون خواه نظام اقتصادی باشد، خواه اجتماعی، خواه فرهنگی، در این نظام به وحدت میگروند و جامعه با وجود آنکه در داخل ضدیت ها دارد، این ضدیت ها در شرایط وحدت و آسانی حل و فصل کرده می شوند. بنابراین این ضدیت ها به نزاع نمی برند که زد خورتا شود. از این جهت دولتداران عاقل همیشه برای وحدت جامعه همدیگر فهمی کوشش کردند. اما مثلا گفتیم دوره دولت سامانی ها، حتی در دولت بعداً هرچند که دولت های ترکی بودن، لیکن مثلا غزنوی ها، سلجوقی ها، لیکن در روحیه مدنیت تاجیکی دولتداریشون ادامه یافت. چون که در همون مثلا سبکتگین پدر محمود غزنوی غلام سامانی ها بود، سر لشکر شد و این تربیت دیده نظام و خانوادگی سامانیان بود. بنابراین وقتی که قدرت را به دست گرفتن غزنوی ها، در نتیجه ضعف و از بین رفتن وحدتی که در داخل سامانی ها بود، اونها از همین طرز دولتداری و با وحدت حرکت کردند. بنابراین در دوره غزنوی ها هم ادبیات رشد یافت، علم هم پیشرفته بود، هرچند که به درجه دولت سامانیان نبود. بنابراین ما وقتی که دولت و دولتداری رو امروز هم مقایسه میکنیم، همون دولت های پیشرفته هستند که در داخلشون مستحکمی وحدت هم از جهت اقتصادی، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت مفکوروی وجود دارد. یعنی دولت های پیشرفته امروز دولت خطای رو بینید، اینقدر در یک مدت کوتاه و یک درجه بلندی ترقیات رسیدن، این هم وحدت داخلی در کار است. هرچند که اونجا هم پرابلم های خودشون هست، یا که خود امریکا هم یا دولت های دیگر. از این جهت وحدت ملی زمینه پیشرفت ها است و پیروزی ملت است. اگر در یک ملت واحد باشد و از بیرون این ملت را، دولتش را پراکنده کرده نمیتواند، چون که همه به درجه بلندی اعتقاد و صداقت به ملت و دولت تربیت یافتند. بنابراین امروز ما هم از شکر که به چنین وحدت رسیدیم. صلح به دست آمده یعنی وحدت ملی تا کجا توانست که نقشه های نااستوار ماندن و در ورطه نابودی قرار داشتن ملت پراکنده گشته را که کسی سرجمی آن را در آن زمان ها حتی تصور هم کرده نمیتوانست برهم زند
و نقش دست بیرونه تا کدام اندازه بر روند رسیدن به صلح تاجیکان در آن وقتها احساس میشد؟ واقعا وحدت ما زیر سوال بود. در اون دوره هم از بیرون قوه هایی بودند که تاجیکستان واحد را نمیخواستند و بسیار کوشش ها هم در این سمت بود. غیر از این آن قوه هایی که در داخل بودند و بر ضد حکومت مبارزه می بردند از بیرون پشتیبان ها داشتند. بله. بنابراین بینید در همین چند حالت هایی بود که از خارجه اونهایی که سلاحدارا با سلاحدارای ضد حکومتی پیوسته بودند، شهروندان خارجی سری مردم تاجیک را میبریدند. تاجیک سری تاجیک نمیبرید. بنابراین اون قوه هایی که همه هدف ها را داشتند و منفعت ملت تاجیک هیچگاه خدمت کردنی نبودند، برعکس اراده دیگرها را جاری کردنی بودند و بنابراین دست خارجی هم در این کارها بود. و در چندین سخنرانی ها در نوشته های پیشوای ملت ما محترم امان الرحمن و همین مسئله اشاره شده است، تاکید هم شده است که جنگ ما تحمیلی بود، یعنی از بیرون تحمیل کرده بودند. بله. ولی اون گروه هایی که در سیاست تجربه نداشتند، اراده دیگران را اجرا میکردند و خودشون نمیدانستند که در خدمت کی هستند و چه مقصد این مبارزه را بر ضد حکومت سر کرده بودند. بنابراین دست خارجی همه وقت در این کارها بود، لیکن زمینه در داخل بود. ضدیت هایی که در داخل بود خارجی ها توانستند که اون را برای عملی کردن مقصدهای خودشان استفاده کنند. و خوشبختانه اون سروری که به ما خداداد میگوییم و رئیسی شورای عالی انتخاب شدن، این راه نجات ملت و دولت شد. بله. ما باید این را همیشه جوانان ما مخصوصا در نظر داشته باشند که جمهوری ما در چه حالت بود و امروز به چه موفقیت ها نائل گشتیم و به واسطه کی خدمت کی است، هر کس درک کند. تا رسیدن به وحدت، احیای ارزش‌های ملی، تاریخ، فرهنگ و هویت ملی تا کجا توانسته بود که حس وطن دوستی و متحدی را در نهاد مردم بیدار نماید؟ در دوره اتحاد شوروی ما صاحب جمهوری مستقل، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در داخل اتحاد شوروی بودیم. بله. اگر سال 29 جمهوری ما با کوشش های خیلی هم جانثارانه فرزندان بزرگ ملت مثل شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله محسوم، عبدالقادر محی‌الدین، استاد صدرالدین عینی، حاجی بایوف و دیگران، اگر به همین مقصد با جمهوری شوروی سوسیالیستی در داخل اتحاد شوروی اگر ایجاد نمیشد، پس به گمان بود که ما صاحب استقلالیت میشدیم. بله. اگر جمهوری مختار میموندیم در داخل کشور دیگر میبودیم. بله. از این جهت فرزندان بزرگ ملت ما خدمت خیلی هم تاریخی و بزرگی وجدانی خود را هرچند قربان شده بودند در قسمشان اجرا کردند و بنابراین خودشناسی و مسئله به وحدت کوشش کردن و دانستن تاریخ و فرهنگ ملی ما در دوره شوروی یک دوره با نیازمندی های همون دوره موافق بود. بله. هرچند که
مثلا تاریخ ملت ما رو مفصل در همون وقت نمی آموختیم. متخصصان زبردست داشتیم، چون که استاد عینی و فرو اسکندرов، تاریخ شناسای بزرگ ما نعمتov، مختارov و از جمله روس ها هم نیز برتولد، اندریف و دیگران برای تاریخ ما، فرهنگ ما خدمت کرده بودند. از این جهت تحقیقات های و یک تبلیغاتی برای فرهنگ ملی ما هم بود، لیکن این تبلیغات و این دانش هایی که درباره تاریخ و ادبیات و فرهنگ ما داشتیم در داخل اتحاد شوروی زیر تاثیر فرهنگی عمومی اتفاقی قرار داشت. بله. ولی شخصیت های بزرگ ما بودند که مردم ما، ملت ما با آنها افتخار میکرده میشه. استاد عینی، استاد ترسونزاده و شخصیت های دیگر ما که در اتحاد شوروی هم مشهور بودند، معلوم بودند و در مقیاس جهانی معلوم بودند، برای صلح مبارزه می‌بردند، ادبیات ما را معرفی می‌کردند، تاریخ ما را. لیکن در مجموع در بین مردم اون دانشی که امروز راجع به تاریخ و فرهنگ و شخصیت‌های گذشته ما داشته باشیم، امروز داریم، و این درجه نبود. مثلا ببینید دولت سامانی ها، اسماعیل معرخ ها میدانستند، لیکن اکثریت مردم نمیدانستند که امروز ما با دولت سامانی ها همچون دولت تاجیکان افتخار میکنیم. در این دوره چقدر شاعران و نویسندگان و عالمان و معرخان از جمله طبیبان و بوایه رسیده بودند و شهرت جهانی پیدا کرده بودند. این رو ما به این درجه نمیدانستیم. و امروز با طفیل استقلالیت دولتی و مکتب خودشناسی پیشوای ملت، جامعه ما اکثرا از همین افتخارات ملی بهره ور است. ببینید برای دانستن همین فرهنگ ما و خودشناسی ملی ما نقش پرزیدنت زیاد است. یکی از کارهایی که پیشوای ملت کردن تحلیل واقعه های همان سالها و سبب اساسیش در چی بود. یکی از صحف‌ها را اگر اثرهای پرزیدنت محترم ما را مطالعه کنیم، سخنرانی هایشان را خوب شنیده باشیم، میگن که خودشناسی ما در همون وقت با اون درجه‌ای که برای وحدت یک ملت خدمت کند با اون درجه نبود. بنابراین ببینید جشن 1100 سالگی دولت سامانیان را تجلیل کردیم. هزاره شاهنامه، 1025 سالگی ابن سینا، 2700 سالگی اوستا، جشن امام ابو حنیفه، جشن‌های دیگر جلال‌الدین بلخی، ناصر خسرو، استاد ترسونزاده، این جشن‌های زیادی و حتی جشن شهرها و مثلا استراوشان، کولاب، سار غیره، اینها همه برای چی گذارن؟ مقصد پرزیدنت ما چی؟ همه افتخارات ملی مردم داند و حسی خودشناسی ملت ما بالا شود. و نتیجهش رو هم مشاهده میکنیم. اکثر مردم ما با همه ارزش های بزرگی که ما داشتیم و داریم امروز شناس هستند و افتخار میکنند. افتخار ملی، ارزش های بزرگ ملی را دانستن برای وحدت ملی زمینه را فراهم می‌آورد. در دوره فعالیت کمیسیون آشتی ملی ناظران سازمان ملل متحد هم بودند و چند نفر را سلاحدارای غیر حکومتی
و قتل رسانده بودند و از جمله پروفسور اکینو از ژاپن بود. بسیار یک مرد دانشمند بود. وقتی ما به ژاپن رفتیم، در همون دانشگاهی که پروفسور اکینو کار میکرده است، در یک دیواری بزرگ رسمش بود و شاگردانشان آب دیده میریختند و میگفتند که برای صلح تاجیکستان استاد ما قربان شد. در همون حالت ببینید که اونها گریه کرد و استادشان را یاد میکردند که برای صلح ما قربان شد. بله. خجالت آور بود. لیکن صلحی که به دست آمد، این نادرترین تجربه در تجربه بین الخلقی بود. بله. بنابراین وقتی که ما درباره خودشناسی، خودآگاهی، قیمت وحدت ملی همچون ارزش بلند فرهنگی و سیاسی سخن میرانیم، از این جهت باز هم اهمیت وحدت ملی به ما بیشتر معلوم می شود. می توانیم گفته باشیم که درگیری ها اگرچه ملت را به سوی پراکندگی سفربر می کرد، ولی احساس پراکندگی را در وجود بعضی از گروه ها بیدار نکرده بود، چون در بعضی کشورها این روند را ما به خوبی مشاهده کرده ایستادیم. درک نکردن منفعت های عمومی ملی و ضرورت وحدت ملی بعضی گروه ها را به راه نادرست میبرد. بله. از این جهت همون سالهایی که برای کشور ما بسیار وزنین بود، همین نبودن وحدت ملی ملت و دولت را به سوی پراکندگی می برد. بله. و باز هم تکرار کردنی هستم که اجلاسی 16 شورای عالی در شهر خوجند که همین شخصیت محترم امام علی رحمان را به حیث رئیس و سرور دولت انتخاب کردم، نقشی بسیار بزرگ بازید. چون که در اون دوره با گمان بود که کسی دیگر جمهوری را اداره کرده تواند. بله. زیرا شخصیت هم نقش بزرگ دارد در تاریخ. بله. در سیمای محترم امام علی رحمان شخص جسور، صادق به منفعت‌های ملی و دولت، ملت دوست، وطن دوست. بله. و غیر از این برای به دست آوردن صلح و وحدت ملی از هیچ چیز نترسیده، حتی خطرهای جانی بود. بله. ولی برای صلح و وحدت به همه جا سفر میکردن. مقامات امنیتی بعضا راضی نبودن. بله. لیکن پرزیدنت میگفتن که من باید ملاقات کنم، قویم صلح کنیم. بله. چون که اگر تاجیکان صلح کرده نتوانیم، گریزه های بسیار هستند بیرون از وطن مانند، برای ما این ننگ است. بله. و با اون سخنهای و وعده هایی که پرزیدنت دادن اون وقت وفادار بودن، وفا کردن. از این جهت درک پرزیدنت از وضعیت داخلی و جهانی خیلی هم عمیق بود. بله. و من که چندین مدت در وظیفه های گوناگون تعیین کردند، از نزدیک هم همکاری داشتم، شخصیت پرزیدنت را خوب آموختم و درک کردم که بی نهایت به ملت و دولت صداقت بزرگ دارم. خود پیشوای ملت نمونه بسیار برجسته میهن دوستی، صلح آفرینی و وحدت ملی هستند. بله. این بسیار هم نمونه که در تاریخ کم نظیر است. بله. بله. و باید همه ما مخصوصا نسل جوان اونا آموزند. صلحی به دست آورده تاجیکان که در آن تلاش و جانیساری های فرزان و فرزند ملت، رهبر عاقل و خردسالار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که بزرگ و بی سابقه است و این یک تجربه کم نظیر جهانی نیز اعتراف شده است. با چنین اقدام و اقدام گیرندگان جهان امروزه نیاز دارد. جهان امروزه ناآرام است. بنابراین تجربه صلح آفرینی همیشه
ضرور است و بسیار آوازها هست از دولت‌های دیگر که میانجیگری کردنی هستند که صلح شود، ولی بعضی قواهای هستند که نمیخواهند، چون که در جهان نیروهای هستند و این بعضی برنامه‌های خطرناک را هم اعلام میکردند که اهالی دنیا را کم کردن در کار است. این شعارها امروز با واسطه‌های گوناگون عملی میشوند. در شرایط امروزه تجربه تاجیکستان، اقدام‌های سرور دولت ما مهم هستند و هر یک دولت به چنین کارهای به چنین سرورها نیاز دارد. باید همیشه گوییم که در حقیقت وضعیت و عمل آمده در جهان همه را خواطر میکند. برای آنکه دولت‌ها و ملت‌ها در یک شرایط آرام و آسوده زندگی کنند، وحدت ملی و سروران خردمند باید داشته باشند. وقتی در چنین شرایط زندگی میکنیم، از یک طرف جهان ناآرام، از طرف دیگر در کشوری آسوده و آباد زندگی میکنیم، هر فرد تاجیکستانی مسئولیت بسیار بزرگ دارد که و همین وحدت ملی صادق باشد. این دستاورد بزرگی که در کشوری ما هست و مخصوصا زندگی جوانان بهتر شده ایستاده است. باید کوشش کنند که آنها اساسهای وحدت ملی ما و دولت ما مستحکم باشد میشه. زیرا آینده خود جوانان که دولت در اختیار آنها می شود، خودشون باید برای سعادت و خوشبختی خودشون کوشش کنند و خوشبختی به وحدت ملی، به صلح و آرامی نمی شود. در تاجیکستان وحدت در مرکبترین و پیچیده‌ترین حالت به دست آورده شد، ولی پیاورد و پیامدهای درگیری‌های شهروندی می توانستند پایه‌های تحکیم بخش وحدت را کاسته کنند. میخواستم پرسیده باشم که برای رسیدن وحدت تا به امروز کدام عامل‌ها را برطرف کردن لازم آمده بود تا دولت و ملت با وحدت کاملش تا به امروز برسد؟ برای رسیدن به وحدت ملی کارهای زیادی صورت گرفت. اولا وعده‌ای که پرزیدنت هنگام انتخاب شدن به رئیس شورای عالی داده بودند، صلح می‌آورم و یگان نفر را نمیگذارم که در خارج ماند و وطن باید برگردد. بله. این اقدام آوردن گریزه ها، جابجا کردن آنها کاری دشوار بود، ولی این کاری بزرگی بود که بر این همین اقدام برای وحدت ملی ما یک زمینه گردید. بله. از طرف دیگر حل معماهای حربی، همین سلاحداران غیر قانونی هم کم نبودند، ولی به تدریج به سلاح کردن سلاحداران غیر قانونی که کاری آسان نبود، این مسئله هم خیلی خوب حل گردید. مسئله از بنبست کمونیکاسیونی برآمدن، یعنی یک دولتی که به چند قسمت پاره بود با یک راهی عمومی دولتی پیوست کردن، این هم کاری بزرگی بود. چون که تا راه نباشد، تا بازار عمومی ملی نباشد، رفت آمد نباشد، ملت در اون صورت از یکدیگرش دور میشد، وحدت ملی کاسته میگردد. این کارها هم که شدند، یعنی اقدام های بزرگ فرهنگی که من در اول گفتم برای خودشناسی ملی این اقدام های پرزیدنت روانه شده بود، همین کارهای شده برای آوردن به وحدت ملی صعب شدند. این راه های حلی بسیار هم دشوار ولی واقع بینانه عملی شدند. از این جهت همون دشواری هایی که شما در سوالتان گفتید و همین واسطه ها
حل شده به وحدت ملی رسیدیم. بله. ولی یک چیز را باید گوییم که وحدت ملی ما وحدت کردیم، سازشنامه عمومی امضا شد، این فقط این چیز این آغازی کار بود. بله. ولی خودی وحدت ملی این یک روند دائمی است. مردم کشور، نسل‌های امروز و آینده باید همین برای تحکیم این وحدت چاره‌های ضروری همیشه بینند. یک مسئله حل میشد، البته دیالکتیک حیات است، مسئله دیگر با وجود می آید. مسئله ها رو سری وقت حل کردن، یعنی فرهنگ بلندی شهروندی داشتن بسیار مهم است. بله. با سواد بودن است، از تاریخ و از فرهنگ ملت خود و جهانیان با خبر بودن در کار است. معامله و معاشرت و آداب صحبت بسیار مهم است. آداب دولتداری و فرهنگ راهبری باید در سطح بلند باشد و ما از خودی سرور دولت ما صنعت راهبری و معاشرت با مردم و معامله را یاد گیریم. هر جوان مکلف است که آن وظیفه‌ای که برایش داده شده است از روی وجدان و مسئولیت باید اجرا کند و به کمبودی‌ها به این راه داده نشود. استاد میخواستم نظر خود را ابراز داشته باشید که استقلالیت وحدت را و یا وحدت استقلالیت را در تاجیکستان تحکیم بخشید. البته اگر از نقطه نظر علمی به سوالتان جواب دهم، هم استقلالیت و هم وحدت ملی در علاقمندی دیالکتیکی قرار دارند. بله. یعنی به هم دیگر وابسته هستند، چون که استقلالیت به وحدت ملی پایه های استوار داشته نمیتواند. بله. و وحدت ملی همان وقت اهمیت خود را بیشتر کسب میکند که اگر استقلالیت دولتی داشته باشد. بله. بنابراین در شرایط تاجیکستان ما امروز هم وحدت ملی پایه های استقلالیت دولتی ما را تحکیم بخشیده است و هم استقلالیت دولتی برای به وجود آمدن وحدت ملی استوار شرایط فراهم آورده است. بله. از این جهت به وحدت ملی و به درک مسئولیت شهروندی اهالی یک کشور استقلالیتش پابرجا بوده نمیتونه. و همون وقت خود در دولت ها هم اکثریت سرملت هستند، ولی مهر و محبت به وطن یگانه این بسیار مهم است. این هم وحدت عمومی ملی است که در دولت رو پایدار میکنه. 28 سال است که ما وحدت داریم و بیشتر از 10 سال است که اقتصاد ما رشد یافته ایستاده است. خب چی رو میخواستم پرسیده باشم؟ غایه وحدت داری و ترغیب در وحدت زیستن میتواند ماهیت خود را گم کند؟ وحدت این روند است، روندی که دائمی است. بله. مثلا گفته نمیتونیم که ما با وحدت رسیدیم دیگر این مسئله حل شده است. وحدت همه روزه فکر و اندیشه و عملی سازی آن را در بر میگیرد. بله. مثلا وحدت در سطح عائله، در سطح یک ناحیه، در سطح ولایت، در سطح جمهوری و در سطح عموم ملی باید اندیشه اساسی باشد. بله. چون که هر کسی که با دولت خود افتخار میکند، با تاریخ خود افتخار میکند، همچنین موظف است که وحدت ملی خود را تقویت بخشد. در شعور هر یک شهروند همین عقیده باشد که اگر وحدت ملی نباشد، اگر در دوستی هم دیگر فهمی در جامعه نباشد، پیشرفت نمی شود. بله. زندگی آباد نمی شود. از تجربه تلخ گذشته ما باید عبرت گیریم و بنابراین هر زمان پرابلم های نو را به وجود می بیارد. اختلاف ها، بحث ها به وجود می بیاند در جامعه. این ناگزیر است. بله. لیکن این بحث ها و دشواری های و ضدیت هایی که در جامعه به وجود می آیند به نزاع نباید برده شوند. بله. بلکه راه های حل آن جستجو کرده و
عملی کرده شدنش در کار است. در همین صورت وحدت همیشه پایدار و استوار می شود. پس برای باز هم حفظ و گرامی داشت وحدت، اتحاد و سرجمی و دیگر ارزش های ملی، اهل ضیای و روشنفکران چی باید کرده باشند؟ نقش اهل ضیا در این مسئله خیلی بزرگ است. برای سرجمی ملت ما در وقتش استاد عینی چی کارهایی کرده بود؟ بله. اثرهای بزرگ. برای آنکه کی بودن تاریخ خود را ما دانیم، استاد عینی اثرهای خودشان را، آدینه، غلامان، مکتب کهنه فرض کردیم و یادداشت‌ها و غیره، اثرهای خود را نوشتند. استاد رودکی را احیا کردند. بله. درباره فردوسی ابن سینا، درباره قهرمانی تیمور ملیک، بسیاری مقنع و غیره اثرها نوشتند و این منظور که ملت خودش را شناسد، بله. تاجیک خودش را شناسد. از این جهت برای وحدت ضیایا نقش بسیار مهم دارند. ببینید ما همین با تشبس‌های پیشوای ملت فروغ صوفی دانایی چندین سال است ادامه دارد. این فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من، این آزمون هایی که هستند و جوان ها بسیار با شوق اشتراک میکنند. بله. و آن روانه شده است که همین قشر ضیایی باید بیشتر آموزد و آنهایی که بزرگسال هستند و صاحب اختصاص هستند، عالم هستند، شاعر هستند، نویسنده هستند، روزنامه‌نگار هستند، اینها بیشتر باید تحقیق کنند و حقیقت جو باشند. بله. میراث گذشته خود را بیشتر تحقیق کنیم و به مردم ما دسترس کنیم که گذشته های ما چه عقیده و اندیشه‌ای داشتند. هر میراث و هر دیوانی، هر شاعری گذشته ما خودش یک درسی مهم است برای ما. زندگی نامه استادان بزرگ، استاد عینی، غفور، توسن زاده، اولوغ زاده و از بعدی ها مومی قناعت فرمون لایق دیگرها، اینها همه باید نمونه باشند و اون کمبودی هایی که در گذشته تاریخ ما داشت و باعث پراکندگی ملت ما شده بود، اینا باید خوب آموزیم تا که این خطاهای گذشته تکرار نشوند و اون ارزشی که امروز داریم و اون موفقیتی که امروز داریم تحت سروری پیشوای ملت، این را باید همیشه در نظر داشته برای مستحکم کردن و حفظش همیشه باید کوشش کنیم. مخصوصا این وظیفه ضیایه های ملت است که به همین اصل، یعنی وحدت ملی و دولت و استقلالیت کشور ما صداقت همیشگی باید داشته باشد. زمان تاجیکستان جز به جز در آتش جنگ می سوخت. گذر از گذر و برادر با برادر دست به گریبان هم داشتند. در این بی‌سر و سامانی ها همگی یک جوان با گذشتن ها از جان و جوانی خود ولی با نیت نکوی سازندگی از میان همه سر بالا کرد و گفت با هم وطن می سازیم و با هم هر چی داریم قسمت می کنیم. در میان ملت نومید گشته ببینید که همگی یک اقدام سازنده چه اهمیت تاریخی و جهانی پیدا کرد. ببینید که ملت از کجا تا به کجا رسید. زیرا نفر در شبستان ملت خود شمع را فروزان کرد و به رهگم زدگان راه، به نومید گشتگان شعله امید و به کج رفتگان راه راست را نشان داد. استاد نقش جوانان را در استواری پایه‌های دولت و دولتداری و حفظ ارزش‌های ملی و دولتی و خاصتاً وحدت ملی تا کجا مؤثر می‌بینید؟ چون که در مشکل‌ترین روزها پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جوانان مراجعت کرده بودند و از نیروی سازنده آنها امیدواری زیادی کرده بودند. البته جوانها این قشر خیلی با غیرت، سیر حرکت و سازنده هستند. بله. چون که نیروی اساسی هر کشوری جوانها می باشند.
جوانان هر کشور هر قدر باسواد، صاحب علم و معرفت، کسب و کار و هنر و درجه بلندی وطن دوستی و میهن دوستی افتخار ملی داشته باشند، همان قدر اون دولت مستحکم میشه. بله. و بنابراین در سخنرانی ها و بارها در نوشته های پرزیدنت هم تاکید می شود که ما به جوان ها تکیه میکنیم. تجربه سالهای 92 هم نشان داد که یک قسم جوان ها از بس که بی تجربه بودند، دانش کافی سیاسی نداشتند، بله. و حرکت های اکستریمیستی رفتند. امروز خوشبختانه جوان ها در کشور ما یک قشری بسیار وطن پرست و آبادکار و سازنده هستند، لیکن از مد نظر دور کردن در کار نیست که هر گونه امکانیت ها را قوه های نیزه انداز استفاده میبرند تا که جوانان را از راه بیراه کنند. بله. با سوء استفاده از احساس دینی بله. میخواهند که جوانان را گمراه کنند و هر گونه حرکت های اکستریمیستی سفربر کنند یا در دولت های دیگر هم از آنها برای خرابکاری استفاده برند که نام ملت را بد کنند. از این جهت جوانان باید پیش از همه زیرکی سیاسی داشته باشند، دانش خوب سیاسی داشته باشند و جوانان تکیه کردن راهبر عالی دولت و عموما جمعیت چنین معنی دارد که کشور ما از جهت سن و سال هم اکثریت جوان ها هستند. بله. باید زیرک باشند، دانشمند باشند تا که فریب نخورند. بله. هر قدر انسان دانشمند باشد، دانشمندی واقعی باشد، از سیاست خوب باخبر باشد، منفعت های ملت و دولتش را خوب درک کند، برای کج نمی رود. و بنابراین نقش زیایی ها و مخصوصا نقش جوانان امروز زیاد است مانند در جامعه ما. و اکثریت جوانان ما خوشبختانه مشاهده میکنیم آنها وطن پرست هستند، علمی آموزند، زباندان هستند، آیندهشان نیک است. چنانکه دولت ما باور داریم که دولت قدرتمند، نیرومند و مخصوصا نیروی اساسی هر دولت و جامعه قوه ذهنی و عقلانی آن است. بله. هر دولتی که عقلش، خردش زیاد است و آن را پرورش میکند و در جامعه جهانی جایگاهی بلند را اشغال میکند. بله. اما باوری کامل داریم که وحدت ملی ما جوانان ما را نیز و آن دعوت میکند که از همین فضیلت ها همیشه برخوردار باشند. بینندگان تلویزیونی دوشنبه را و مناسبت روز وحدت ملی اما سیمان تبریک میگویم و این پایتخت ما با سروری جوان خیلی هم با غیرت رستم امام علی امروز به یک شهر زیبا تبدیل یافته است. عنعنه های خوب راهبران گذشته شهر و جمهوری را دوام داده، لیکن باز هم زیبا و شهر ما را دلاراتر کرده است. موفقیت میخواهم، برار میخواهم و پایتخت ما بگذار پایتخت تمام تاجیکای جهان باشد، چنانکه خود تاجیکایی که از بیرون می آیند، فارسی زبانایی که می آیند افتخار میکنند، میگویند که این دوشنبه پایتخت ما. بله. و این سخنهای عادی نیست، بلکه افتخار ما است که آنها پایتخت ما را، دولت ما را همچون دولت خود حساب میکنند. معلوم میشد که تاجیکستان ما تاجیکستان واقعا بدیل و نظر خارجیان نیست وارد شده است و آنها محبت دارند. بله. و ما ساکنان کشور محبت بیشتری به وطن خود و دولت خود
باید داشته باشیم. مبارک باشد روز وحدت. تشکر زیاد. وحدت و سرجمعی به شما نیز مبارک باشد. بیننده گرامی، واقعا وحدت شکوفایی و رشد وطن است. وحدت است که ملت پابرجاست، صلح و آرامی و ثبات سرتاسری حکم فرماست و دولت در اوج شکفتنها و بنیادکاری ها قرار دارد. نسل قبلی برای ما این کشور را از صفر ساختند و اهدا کردند. پس از شاهد شدن بی‌سر و سامانی هایی که در عالم امروزی ما می‌بینیم، حقوق معنوی داریم که حتی خار را از گلزار این دیار کنده باشیم. زیرا تاجیکستان با همه درد و دوای و خار و خسش از تو و از من و از ما و از شما و از آیندگان است. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. با امید وطنداری و وطنسازی و وحدت نگهداری یکایک شما با شما خیر خوش میکنیم. و بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشیم که هم صحبت ما بودند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، سابق عضو کمیسیون آشتی ملی کرامت الله علیموف. تشکر زیاد استاد برای دعوت ما را پذیرفتند. سلامت باشید. بینندگان گرامی، به شما نیز تشکر برای با ما بودنتان. وحدت و سرجمعی در خاندان و وطنمان پاینده باد. خیر تا دیدار بعدی.